سلام بچه ها، من میخوام بهتون ساخته کامرامن، من و اسپیکر منو و لارجاشون هم بهتون یاد بدم. اول این کامرامن رو بسازیم. خب یه آدم رو میذاریم، کامرا رو میذاریم رو سرش، بعد میریم تو لباسا میذاریم، بعد این شد از کامرامن. حالا بریم سراغ اسپیکرمن. این ساخته اسپیکرمن اینو بذاریم این بدن تیوی منم. این تیویش، اینم اسپیکرش، این برای تیوی من، این برای اسپیکرمن. اینم از اینم برای اینم خب اینم تیوی من و اسپیکرمن و کامرامن رو یاد گرفتید. اینم از این. ببخشید. خب بریم سراغ لارجشون. ساخت لارج اسپیکرمن و کامرامن و تیوی من باید این شکلی هم رو غیر از این تیوی من. خب برای کامرامن لارج همیشه اینا میخوایم دست رو بزرگ کنیم چیز میشیم، یعنی بگم حالا ولش کن، اذیت میکنم. ببخشید. نه اینجوری هم بچه یه ذره باید میبریم بالاتر. خب ببخشید. خب این از این بچه. آها کامرامن لارج ما. بریم سراغ چی؟ اسپیکرمن لارج. اسپیکرمن لارج باید یه ذره بزرگتره، چون لارج کامرامن نزدیک 2.5 متر، ولی اسپیکرمن لارج نزدیک 10 متر. اسپیکرمن لارج تیوی من لارج به اندازه 10 متر تقریبا، 9 متر 10 متر انقدر، حتی یه زن بزرگش. برای هر غیر از تیوی من باید دست اینا رو چکار کنیم؟ بزرگ کنیم. هی دست من میاد اینجا، این از این، نه یه ذره باید دست رو کوچکتر، اینم از این. خب حالا به بولیز سیاه بهش نمیدیم، این بولیز رو بهش میدیم، بولیز سفید که دقیقا توی سریال های دافوک بوم هم همین رنگیه. پیرن اسپیکرمن لارج. الان تقریبا اپیزود حدود فکر کنم 72 73. اسپیکرمنمون شد یه پودر حال بره. بچه فرد ببینید دستش باید بزرگ کنم. من دستشو بزرگ نمیدونم، سریع میسازم که
فقط سریع ساخته شه و بریم سراغ تیوی من لارج. خب بچه یادتون باشه که این شلوار نباید بره زیر این، یعنی این شلوار باید این کمربندش باید بیا روش، این که اینا کمربند بدون کمربند نمیشه، یعنی این نباید این شکلی نباید بشه، مثلا باید این شکلی این شکلی باشه. یادتون باشه کفشم بزن، کفش اینه. خب میریم سراغ تیوی من لارج. خب تیوی رو میذاریم سرش، خود شلوارش رو تنش میکنیم، بعد بخشید افتاد، بعد میایم توی این، بعد باید اینو کوچیک کنیم چون که خودش میده خیلی بزرگه. انقدر خوبه. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.